در 6 ماه گذشته بیشتر وقت رامین و رکنی حائری‌زاده، دو نقاش ایرانی، در این آتلیه در دبی گذشته. هر روز از ساعت 8 و نیم 9 دیگه اینجاییم تا مثلا 6 هفته بعد از. رامین حائری‌زاده 35 سال دارد، اقتصاد و عکاسی تحصیل کرده. رکنی 3 سال از او جوانتر است و فارغ التحصیل هنرهای زیبایی دانشگاه تهران. برادران حائری‌زاده بزرگ شده در ایران بعد از انقلابند. هر دو سخت به ایران وصلند. 30 سالی که توی ایران بزرگ شدی، مدرسه رفتی، دانشگاه رفتی، اینقدر رفتی، یعنی با همون چیزا بافته شده همه وجودمون. برای همین فکر نمی‌کنم هرچی هم ازش دور باشیم باز میتونی قشنگ کاملا لمسش کنی. پرده‌های رکنی قصه‌های زندگی خود اوست، مثل 2 پرده چهارشنبه سوری و هجوم پاسداران، و یا مثل 2 پرده یک میهمانی در تهران و باز هجوم پاسداران. از قسمت‌هایی که می‌بینم دارم نگاهشون میکنم، بعد تو همونجا مثلا طراحی‌های کوچیک میکنم، یه جور اون زندگی همیشه این فکر رو میکردم که مثلا همیشه الان که تو ایران هستم مثلا این سایه سانسور بالا سرمه، نمیتونم کار کنم، نمیشه. و بخوام فکر کردم، بعد دیدم با عنوان ایرانی از ایران میای بیرون بازم اون سایه هست ولی مثلا یه مدل دیگه است. رامین با طنز و شوخی وارد تاریخ معاصر ایران میشود. تلخک که همیشه توی دربار بوده، میدونی که به هر کی میتونه هر چی بگه، ولی میگم اون کاراکترش همیشه بر من خیلی جذاب بود که مثلا نزدیکتر آدم به سلطان بوده، بعد هر چی دهنش در می اومده میگفته. رامین در تابلوهایش یک ضد قهرمان میشود. تنها راهت اینه، نمیتونی به عنوان که کسی که کار مثلا هنری بکنی نمیتونی با این چیزا چیزی رو نمیتونی مثلا ببینین مثلا بری مثلا مانیفست بدی، مثلا چیزی رو سرنگون کنی. بیشتر با طنز بیشتر میشه به جنگ همه چی رفت. تو چی رکی؟ تو ولی این طنز رو کمتر استفاده میکنی. کارهای تو خیلی مستقیمه، مثلا تو این سری شکنجه ها اصلا جای طنز نیست. نه، من بس قبلا خیلی بیشتر با طنز کار میکردم، یعنی فکر میکنم تو بعضی از کارام هستش هنوزم، ولی تو این سری آخری که دارم کار میکنم نمیتونم. رشته شلاق دشخیمتان را میبافید از گیسوان خواهرتان. اول شعر شاملو همه اینا رو شعر رو مینویسم، بعد شروع میکنم تبدیل بشن این نوشته ها به تصویر. بعد یه جایی اصلا اون اکته خیلی مهمه که مثلا میدونی مثلا انگار چک زدن همه بدنش، مثلا انگار چنگش زدن. این چی میگم؟ همش جایی که انگار یه جوری دست گرفتنش. زیر گنبد کبود سری شکنجه ها کار رکنی همراه با آثار رامین در ماه ژوئن در پاریس در نمایشگاهی بزرگ عرضه خواهد شد. من اولش با عکاسی شروع کردم، ولی خب خودم چون هی دوست داشتم یه چیزی انگولک کنم، قول من الیسیا کاری بکنم و اینا، همیشه به عکس خالی هیچ وقت چیز نکردم، راضیم نمی‌کرد هیچ وقت. برای من شروع می‌کردم عکس‌ها کنار هم گذاشتن، باز که ازش دوباره یه چیز دیگه در بیارم، کله آدم‌ها رو می‌کندم می‌ذاشتم جای هم دیگه. برای من اون شروع شد با عکاسی که مثلا باز فوتوکولاژ شد، بعد اونا ادامه پیدا کرد تا رسید به بوم. برادران حائری‌زاده خود را متأثر از یک طراح بزرگ جهان می‌دانند.
اردشیر محسس. یعنی ما بچگیمون پدر بزرگم یه کتابخونه داشت که کتاب تبریکات اردشیر محسس بود. یعنی ما تقریبا با کار اردشیر بزرگ شدیم. یعنی مسلم سر میرفت تنها کتابی که برام هیجان انگیز بود از تو کتابخونه‌اش در می آوردیم کتاب تبریکات بود. ولی فشارهایی که داشتی، سختگیری‌ها، محدودیت‌ها، سانسورهایی که رود بوده تو تمام طول زندگی کاریت، باعث میشه که خودتو سانسور بکنی؟ نه اصلا. یعنی حاضر شدم نمایشگاه نذارم، میدونی، مثلا واسه پابلیک نشون ندم. اگه کسی خواست میامد آتلیه هم کارامو میدید. ولی اینجوری نکردم خودم محدود کنم که مثلا نه این کارو نمیتونم بکنم. هر چه دلم میگفت انجام میدادم. تو یه جامعه که بسته است، موقعی که کار فرهنگی میکنی به هر صورتی یه جوری میتونه به سیاستش ربط داشته باشه. مثلا حالا اگه بخوای اجتماعاتو نشون بدی. ترس داری؟ الان که ایران نیستی؟ ترس نه. خودم خنده داره میگم یه پارچه بوم و یه 4 تا قیچی این همه آدم و این برام بر بکنه ممکنه بهشون بر بخوره. بدترین چیز به نظرم برای فرهنگ اینه که شهید زمانه بده. یه کسی بیاد باشه و درک نشه. نازی بگلری، صدای آمریکا، دبی.